اینم منم. البته 1 سال پیش من عاشق تولید محتوام. تقریبا 3 سال پیش این کارو شروع کردم و اینو فهمیدم که بهترین فضا برای تولید محتوا فعالیت کردن یوتیوبه. و اینکه البته سلام باید اول ویدیو میگفتم، ولی خب امروز قراره بفهمیم که چجوری شد که من قبل از اینکه سال 1403 تموم بشه به 1000 تا سابسکرایب برسم. و اینکه اینو فهمیدم که هیچ چیزی غیر ممکن نیست. اگه یه کانتنت خفنی بسازی، اگه تلاش کنی، میتونی برسی به چیزی که میخوای. البته الان 1700 تاییم. عالی بی‌نظیر. خیرم تو میکروفون بابا. جلو خودتو بگیر دیگه. من بهمن ما هدفم این بود که چنلم رو به 1000 تا ساب برسونم. چنلم تقریبا 688 تا اگه اشتباه نکنم سابسکرایب داشت که من تصمیم گرفتم که این رو به 1000 تا برسونم. ولی خب اسفند ماه اومد که داخل اون ماه هم تقریبا آخرای ماه بود و اصلا امیدی نداشتم که تا آخر این سال بتونم به 1000 تا سابسکرایب برسم. خب گفتم قبل از اینکه سال جدید برسه یه کانتنتی بسازم و بذارم. خب شاید تونستم به 1000 تا سابسکرایب برسم. و اون شورت ویدیو که من داخل یوتیوب تصمیم گرفتم بسازمش و آپلودش کردم نزدیک 600 تا سابسکرایبر به من داد. یعنی من از اون ویدیو تونستم 600 تا سابسکرایبر بگیرم و از نظر خودم خیلی کار خیلی خفنی کردم و یکی از هدفامون پر شد. یعنی قبل از اینکه سال 1404 برسه، الان 5 یا 4 1404 یا 5 4 قبل از اینکه 1404 برسه تونستم به 1000 تا ساب برسم و خیلی خوب بود. و حالا چی شد که من خواستم این ویدیو رو بسازم؟ موضوع ویدیوم این بود که مثلا من نمیدونم، خودتون ببینید. ماه قبلی یعنی بهمن ماه هدف من این بود که کانال یوتیوبم رو به 1000 تا ساب برسونم. ولی من ریدم. ولی خودم ایمان دارم که تا پایان همین سال میتونم خودم رو به 1000 تا ساب برسونم. ولی نه نمیتونم. همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم از 3 سال قبل من داخل یوتیوب فعالیت میکردم، کلا داخل فضای مجازی. شاید براتون سوال باشه که چرا من این چنلم تقریبا 3-4 ماه چیز شده دارم فعالیت میکنم داخل این چنل، پس اون چنل‌های قبلی کجاست؟ و سوال خوبیه. بهتون بگم که من آدم صبوری نیستم، آدم خیلی عجولیم. یعنی که یه کاریو میکنم اگه نتیجه نده خیلی سریع میرم سراغ یه کار دیگه. یعنی اینکه این یه اخلاق خیلی بدیه که من دارم. و آره دیگه من خیلی آدم عجولیم و الانم که الانه چند تا از چنلایی که قبلا داشتم توش فعالیت میکردم همچنان باقی مونده. حتی داخل آپارات هم فعالیت کردم. یعنی 1 سال پیش همون که اول ویدیو دیدید اون ویدیو آپاراتم بود که من 1 سال پیش تصمیم گرفتم داخل آپارات فعالیت کنم و بعدش دیدم مثلا زیاد جور در نیومد با من، مثلا ویو آپارات یا مثلا کلا نتونستم با آپارات جور در بیام، به خاطر همون اون کانال رو همون جوری کنار گذاشتم. و الانم این آخرین چنلیه که من دارم. و وقتی که من این چنل رو زدم اولین ویدیو که داخلش گذاشتم یک ویدیوی وارزون بود، یک گیم پلی وارزون بود و من هدفم این بود که این چنل رو داخل یوتیوب انگلیسی بذارم و فعالیتم رو داخل یوتیوب انگلیسی باشه. اصلا به یوتیوب فارس فکر نمی‌کردم. می‌خواستم که یه چیزی داخل یوتیوب انگلیسی بسازم یا کانتنت هایی داخل یوتیوب انگلیسی بسازم. ولی خب من دیدم که خیلی دوست دارم با مخاطب ارتباط داشته باشم و داخل یوتیوب انگلیسی هم خیلی سخت بود که با مخاطب ارتباط داشته باشی. و همین شد که من تصمیم گرفتم که این چنل رو عوضش کنم و داخل یوتیوب فارس کانتنت بسازم. و اینو خواستم بگم که این 1000 تا سابسکرایب هنوز اول راهه، یعنی اولین هدفمه. پس هدفهای من حالا خیلی خیلی بالاتره. این هدفهای بنده است. و اینستاگرامه و این ور برای یوتیوب هستش. خب آقا این ور یوتیوب، اول یوتیوب میخونیم. اولین هدف یوتیوب من این بود که 1000 تا سابسکرایب بگیرم. 1000 تا سابسکرایب بگیرم که بله تیک خورده. دومین هدف من این بود که داخل یوتیوب مانیتایز بشم که تیک نخورده. بابا 4000 ساعت واچ تایم میخواد، من اون رو چجوری پرش کنم؟ هدف سوم 50k سابسکرایب داخل یوتیوبه که و هدف چهارم اینه که
به 100k سابسکرایب برسم. یعنی به هدف این 5م که ویدیو گرفتم با یوتیوبر هاست، یوتیوبرهای محبوب که اکیپ کومان، ایمان و کوروش و میا. ایمان نفر دوم آریا کیوکسر، پدر یوتیوب فارس، پدر گیم یوتیوب فارس که کلا از وقتی که فهمیدم یوتیوب چیه از اون موقع آریا رو دنبال میکنم و خیلی 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 بدجور فنشم. و برآخر عمو سام صابری. به این 3 فردی که هست من قراره باهاشون ویدیو بگیرم. الان شاید به این ویدیو بخندی، بگی که هی جوان تو نمیتونی، ولی منم میخوام بهت بگم بلاخ با هر 3 تاشون هم ویدیو میگیرم. خب بیرسیم به هدفهای اینستاگرام که 1000 تا فالوور بگیرم که تیک نخورده، 50k فالوور که اینم تیک نخورده، 100k فالوور که اینم تیک نخورده. فالو کردن بنده که چه کسایی منو فالو کنن و هدفم اینه که کومان منو فالو کنه و آریا کیوکسر همون جوری که گفتم، پدر یوتیوب فارس، همونطوری که گفتم من بدجوری فن آریام و یه جورایی الگو بود برای من که بتونم یوتیوب رو چجوری شروع کنم و چیکار کنم داخل یوتیوب. و نفر بعدی عمو سام صابری. عمو سام هم حسابش جلوست. کلا هر چی آدم معروفه دیگه فالو کنم من کلا معروف بازم، میدونی. خب دیگه اینم هدفمون بود که قراره با هم بهش برسیم و اگه میگی نمیتونیم منم میگم بله نمیتونم، ولی خب سعیمون رو میکنیم که بتونیم که بهش برسیم. خب آقا دوستتون دارم، مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید، دم همتون گرم. خب دیگه ویدیو تموم شد، خیلی عشقید، خیلی دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.